بسم الله الرحمن الرحیم. من بعد از 55 سال خدا از گناهام بگذره که کارهای شرک‌آمیز انجام دادم به عنوان یک شیعه در ایران. اونم متاسفانه به دلیل این بود که اطلاعاتی از کتب نداشتیم و اون چی که آخوندها بالای منبر میگفتن میشنیدیم و گاهی هم تفکر نمی کردیم در این زمینه. در هر صورت من بعد از 65 سال عمر 10 ساله که موحد شدم. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. و نه تنها خودم بلکه خانواده 6 نفری هم موحد شدن و همینطور از اطرافیان اقوام و آشنایان و فامیل ها با توجه به آیات و سوره‌ای که در قرآن از طریق همین شبکه رسالت حق پخش شده و ما گوش کردیم و مراجعه کردیم، با همان دلایل محکم توحید را به اطرافیان خودمون هم تبلیغ کردیم. یعنی در حقیقت حق رو تبلیغ کردیم، حق رو گفتیم. در نتیجه حدوداً 20 نفر موحد شدن به شکر خدا. فقط خواستم بگم این آخوندا و این انقلاب باعث شد که مردم ایران چشمشون باز بشه به حقایق دین اسلام، چشمشون باز بشه به خلفای راشدین و تمام مسائلی که در قرآن بوده و اینها آیات قرآن رو حتی ترجمه درست بلد نیستن بکنن. حتی قرآنی که به زبان فارسی با ترجمه الهی قمشه‌ای هست، باز یه سری از شرکیات خودشون رو در این تفاسیر ذکر کردن. الحمدلله که من هم خودم و هم خانوادم از این شکی که اینها به ما یاد داده بودن و ما رو مشرک کرده بودن و با واسطه میخواستیم از خدا چیزی بخوایم، الحمدلله از این رهایی یافتم. از شما و از تمام همکاران شما در این شبکه تشکر بسیار دارم. خداوند مرا و شماها رو یاری کنه که از حق دفاع کنیم و حقیقت رو به گوش همه مردم ایران برسونیم، به خصوص مردم شیعه‌ای که در ایران هستن و اکثرشون نمیدونن، حقیقتا نمیدونن. به کارتون ادامه بدید. تشکر میکنم. خدا یار و نگهدارتون.